استاد تشکر که پذیرفتید دعوت برای این صحبت. میخوام به صورت خیلی فشرده راجع به فرهنگ هایی که در قرن 20 و چند سال اخیر در تاجیکستان چاپ شدن حرف زنید، راجع به حسن و قبح آنها و اینکه آیا فرهنگی استفاده فرهنگ در تاجیکستان به نظر شما چطور است؟ در قرن 20 به زبان فارسی تاجیکی ما یک چند فرهنگ نوشته شد، به وجود آمد، چاپ شد. یکمین اینها دو جلده لغت روسی به تاجیکی بود که سال 1933 از چاپ برآمد. این را یک گروه جوانهای اون وقته با سروری صدرالدین عینی ترتیب داده بودند. لغتی فرهنگ بسیار خوب بود، لیکن همون وقت از وی چند عیب سیاسی یافتند و بعد از یک سال همینطور یک اثر عالی جناب را محو کردند و سوزاندند. ما به فرهنگ ماندیم. بعد از جنگ آلمان باز فرهنگ سازی، فرهنگ نویسی شروع شد و اول فرهنگ روسی به تاجیکی به وجود آمد سال 1949 که سرمحرر آن عبدالسلام دهاتی بود با یرشاف نام شرقشناس. فرهنگی خوب است، لیکن بعضی کمبودی هایی که همون سالها زبان فارسی تاجیکی ما داشت در این فرهنگ راه یافته است. بعد سال 1954 یک فرهنگی دیگر چاپ شد، فرهنگی بزرگ، این هم تاجیکی به روسی که سرمحررش محمد جان رحیمی نیز شاعر و اوسپنسکیا شرقشناس تاجیکستان. این دو فرهنگ سالهای سال به ما خدمت کردند، لیکن در همون سالها یک فرهنگ دیگر به وجود آمد که بسیار اهمیت کلان داشت. فرهنگ زبان تاجیکی در دو جلد عبارت از 42,000 کلمه و عباره، اگرچه شماره کلمه و عباره زیاد نیست ولی 2000 صفحه لغت بسیار بزرگ که در اساس ادبیات فارسی تاجیکی قرن 9 تا قرن 19، از قرن 9 از دوره سامانیان، از رودکی و هم عصران او تا ابتدای قرن 20 فرا گرفت و بسیار یک فرهنگ مهم است که اصول علمیش بسیار مکمل بود. اصول علمی آن همین بود که تمامی کوشش کردیم تمامی مهمترین آثار ادبیات گذشته خود را برگه برداری کنیم. 1.5 میلیون برگدان داشتیم ما که در اساس همین این فرهنگ را ترتیب دادیم. برای هر معنی هر کلمه حتما باید یک شاهد یا دو شاهد از ادبیات گذشته باید داشته باشیم در این برگدان. اگر این شاهدها چنین شاهدها داریم، اونگاه ما این کلمه رو قبول کردیم و داخل کردیم به این فرهنگ.
در اون کلمه هایی که برای اونها شاهد نتوانستیم پیدا کنیم کوشش کردیم که اونها رو به فرهنگ ما داخل نکنیم. بعد باز همینطور یک اصول هایی داشتیم که مثلا اگر یک کلمه 3-4 معنی داشته باشد، برای هر معنی آن یک مثال، یک شاهد، 2 شاهد آورده باشیم. کوشش کردیم که این شاهد ها یکش از ماورالنهر باشد، از یک شاعر ماورالنهر، یکش از شاعر فارسیگوی هند باشد، یکش از شیراز و اصفهان یا آذربایجان باشد، از کابل باشد. یعنی جغرافیای تاریخی هر کلمه عباره رو کوشش کردیم که در این فرهنگ نشان بدهیم که در عصر نو هم این کلمه بود، یک مثال از عصر 10-15، یک مثال از قرن 19-18. همینطور هم جغرافیا هم تحول تاریخی به نظر گرفته شد و دیگرها. این خیلی اصول بسیار مهم علمی داشت که اهمیت این فرهنگ بسیار بالا برداشت. بنابراین این فرهنگ ما، بنده یکی از محرران آن بودم، یکی از ویراستاران. 4 نفر ما بودیم که آخرین ویرایش را انجام دادیم. استاد ما ناصر جان معصومی، رحیم هاشم، ولادیمیر کپرانوف و بنده. و این اصول مهمی که اونجا استفاده شده بود، زود این فرهنگ ما مشهور شد در گرد و اطراف، هم در ایران خیلی بهای بلند گرفت، هم در کشورهای غرب، در پیش شرقشناسان غرب، روس و غیره. و 2 سال پیش از این فرهنگ در ایران باز چاپ شد. ما که باید سال 1969 چاپ کرده بودیم اینجا به خط سیریلیک، به خط تاجیکی امروزی ما، اما در ایران اکنون آن را تماما برگردان کردن به فارسی و به خط فارسی چاپ کردن. این برگردان بسیار کار دشوار بود که یک آقای محسن شجاعی، یکی از دانشوران ایران، این کار دشوار را انجام داد و خیلی خوب چاپ کردند در ایران. بعد از همین قدر سال بار دوم چاپ شد. بعد از این سال 69 اینجا که چاپ شده بود، 1969، بعد از این یک چند وقت فرهنگ های خرد پیدا شدند، فرهنگ های مکتبی، فرهنگ املا و مثل فرهنگ های اصطلاحات پیدا شدند. لیکن فرهنگ بزرگی مکمل دیگه فقط همین 1-2-3 سال پیش باز فرهنگ روسی به تاجیکی و اکنون همین سال 2008 فرهنگ تاجیکی به تاجیکی چاپ شد. این فرهنگ نو که سال 2008 همین سال به خط سیریلیک چاپ شد، فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی نام دارد. عبارت از 2 جلد، هر جلدش 1000 صفحه، 2 جلد 2000 صفحه، عبارت از 70 و چند هزار کلمه، قریب 80,000 کلمه و عبارت. یعنی از جهت مقدار خیلی مکمل، از جهت مقدار
کوشش کردن که وضع زبان امروزی فارسی تاجیکی ما در این فرهنگ انعکاس یابد. ذخیره لغوی زبان فارسی تاجیکی امروز به هر حال اگرچه مکملا نباشد تا حد امکان مکملتر در این فرهنگ جاگیر شود. برای این بسیار کوشش کردن. اینجا اصول همین که مثلا همون فرهنگ دو جلده زبان فارسی زبان تاجیکی که سال 1969 برآمده بود چاپ شده بود همون رو کاملا اینجا استفاده کردن. در این فرهنگ سال 2008 همون رو کاملا استفاده کردن، لیکن همه شاهدها رو فروگذار کردن که اگر شاهدها رو میگرفتن، اگر با شاهدهاش همه رو دوباره اینجا فرا میگرفتن خیلی بزرگ میشد این فرهنگ. بنابراین لازم آمد که از شاهدها دست کشن. بعد اون مدارک بسیار کلمه های زیادی امروزی فارسی تاجیکی را به این علاوه کردن که این هم این متریال امروزی هم به شاهد به مثال آمده است. من گمان میکنم که این فرهنگ بسیار یک اثر مهم است. خوش لیکن اینکه شاهد ندارد اهمیت آن را خیلی کم میکند. خوش ما اکنون در این زمان خود ما عادت کردیم به اینکه فرهنگ باید شاهد داشته باشد، شاهدهای واضح، شاهدهایی که دلیل و برهان رد نشونده قاطع باید داشته باشد. خوش تخمینا بدون شاهد از روی تخمین ایضاح کردن ممکن نیست. در ایران حالا یک فرهنگ چاپ شد، 8 جلد فرهنگ بزرگ سخن. در اونجا همون اصولی که در فرهنگ زبان تاجیکی سال 1969 به کار گرفته شده بود، همون اصول در این فرهنگ فارسی فرهنگ بزرگ سخن استفاده شده است، تکمیل یافته است و تمام این 8 جلد فرهنگ نو تمام همه از اول تا آخر دلیل و برهان دارد، شاهد دارد. دیگر فرهنگ هایی که در ایران چاپ میشن فرهنگ های اساساً اکنون دیگر با شاهد هستند و همین کار را ما هم باید دوام بدهیم. در تاجیکستان هم الان میخواهند که یک فرهنگ بزرگ به وجود بیارن، لااقل حد اقل یک 6 جلد باشد که زبان ما را از اول از قرن 9 و 10 تا زمان امروز فرا بگیرد و مستند باشد، با دلیل و برهان باشد، مثال داشته باشد. برای هر معنی لااقل یک مثال، اگر 2 مثال باشد 3 مثال باشد با بهتر. مثلا برای چنان که گفتیم برای نشان دادن گوییم جغرافیای تاریخی کلمه، برای اینکه جغرافیای تاریخی کلمه رو نشان بدهیم بعضا لازم می شود که 2 مثال 3 مثال بیاریم برای شرح برای هر معنی اون کلمه. لیکن این 2 مثال 3 مثال کم
واقع شده است، چون که در این حالت فرهنگ بسیار بزرگ می شود. بنابراین لااقل یک مثال، یک شاهد باید داشته باشد. این گونه نیت حالا در اینستیتوت زبان و ادبیات رودکی موجود است. کار شروع کردن در همین 3-4 سال نزدیک این گونه یک لغت باید به وجود بیارن و در اون فرهنگ نو همه نقصی هایی که در فرهنگ سال 2008 هست خوش به نظر گرفته می شود. در فرهنگ سال 2008 یک اصلشان همین است که کلمه همه به خط امروزی تاجیکی، به خط روسی تاجیکی، لیکن هر کلمه در پهلویش نوشتی فارسی آن هم هست. در پهلویش نوشتی فارسی آن رو هم دادند و در آخر کتاب یک کلید مفتاح دادن که همه این کلمه ها به فارسی نوشته شده است و نشان داده شده است که این کلمه که به فارسی اینطور نوشته می شود در این فرهنگ ما به خط سیریلیک به کدام شکل آمده است، تا اینکه مثلا متن کلاسیک رو با این فرهنگ استفاده کردن ممکن. این مفتاح بسیار چیز مهم است، در آخر جای بسیار میگیرد، لیکن بسیار چیز مهم است. در اون فرهنگ تاجیکی روسی رحیمی که گفتیم سال 1954 چاپ شده بود، در اونجا هم مفتاح هست. در آخرش خود فرهنگ به خط روسی تاجیکی ترتیب داده شده است، اما در آخر مفتاح هست. از روی این مفتاح پیدا کردن کلمه که ما در یک متن کلاسیک میبینیم آسان تر میشود، خیلی کار را آسان میکنند. همین اصل را ما در آینده من بعد فرهنگ هایی که به وجود میبریم باید رعایت کنیم، نگه داریم که بسیار مهم است. استاد، در زمان شوروی در تاجیکستان 8 جلد قاموس یا انسیکلوپدی سوویتی شوروی تاجیک و همینطور 3 جلد قاموس ادبیات و هنر که یک جلدی هم فکر میکنم چند سال قبل به چاپ رسیده بود. اگر نظر خود راجع به اصطلاح ارزش این قاموس ها هم ابراز کرد. هر قاموس که امروز اکنون ما دانشنامه میگوییم آن رو، هر دانشنامه حتما اهمیت دارد. این دانشنامه ما که انسیکلوپدیای سوویتی تاجیک نامیده شده بود، جلدهای بزرگ با تفصیل بسیار، با طرز بسیار زیبا چاپ شده بود و همه مهمتر این که شرح و ایضاح مفهوم ها، کلمه ها، شخص ها و نام شخص ها هم اونجا هست. تا حد امکان کوشش کرده بودن که دقیق شود، دقیق باشد، با تفتیش زیاد، نه تخمینی، بیانی تخمینی خیلی کم در بعضی موردها هست، لیکن بسیار کم. اساساً یک چندین نفر در اون اداره دانشنامه شوروی تاجیکستان کار میکردن که اونها خیلی چیزها در دست داشتن برای اینکه
هر یک کلمه رو خوب همه جانبه تفتیش کنن و تحقیق کنن و خوش بعد چیزی درباره آن بگویند. از این جهت ها اون دانشنامه ما بد نیست و این هم من میدانم که این دانشنامه 8 جلده هم که جلدهای بزرگ است در بین در کشورهای دیگر یکی از سرچشمه های آموختن تاجیکستان است. در ایران من در چندین جای دیدم که در پهلویشان در زیر دستشان است و هر زمان استفاده میکنن. در دانشنامه نویسی ایران که دانشنامه های بسیاری به وجود می آید در اون مورد ها استفاده میکنن. در کشورهای غرب هم اونجایی که شرق شناسی ایران شناسی هست این انسیکلوپدیای سبیتی تاجیک استفاده می شود و اساساً بهای مثبت من شنیدم. لیکن به فکر من و کمبودی دارد. کمبودی اول به فکر من همین است که شرح و ایضاح از حد زیاد مختصر. خوش یک اندک تفصیل اندک جزئیات نیست. اکنون در دانشنامه از جزئیات خودداری میکنن لیکن در بعضی موردها جزئیات ضرور است، تفصیلات ضرور است. بسیارتر به طرز دانشنامه های مسکو ترتیب داده شده است. دانشنامه بزرگ شوروی، دانشنامه مثلا اونجا ادبیات شناسی بود و واقعا به همونها به تقلید اونها نوشته شده است. خوش بعضی نقصان هایی که اونجا بود اینجا هم در اصل خوش آمده است. با وجود این ما اون رو استفاده میکنیم و هر زمان لازم میشود کتاب خوب است. این دانشنامه دیگر که انسیکلوپدی ادبیات و صنعت نامیده شد خوش عبارت از 3 جلد این هم بسیار چیزی مهم است. دانشنامه ادبیات و صنعت خوش اون چی در ادبیات ما هست، همه اصطلاحات، همه نام همه آثار، نام همه نویسنده ها، نام صنعتکارا، نام مهمترین آثار صنعت هنر در گذشته و امروز کوشش کردن که همه اینها اونجا موجود باشد. 3 جلد خیلی جلدهای بزرگ نیست لیکن به هر حال یک فراگیری دارد. لیکن در اون یک چیز که در زمان شوروی بود، مثلا ما به گذشته، به ادبیات گذشته، به تاریخ گذشته یک نظری یک طرفه داشتیم. فرض کردیم بعضی چیزها رو دینی میگفتیم و به اونها اهمیت نمیدادیم. بعض شاعران رو اهل عرفان اگر باشند خوش میگفتیم متصوف است، تصوف خوش اهمیت ندارد. خوش یا اینکه بعضی شاعران بعضی حادثه هایی که در ابتدای قرن 20 در زمان رونق و رواج جدیدیه ادبیات جدیده به وجود آمده بود، بعضی آنها رو مثلا ما شاعر ملتی برجوازی میگفتیم و
بهای منفی میدادیم، مثل عجزی و فطرت و بهبودی و اینها. خوش این تصوراتی که ما در زمان شوروی درباره گذشته و نمایندگان تاریخ گذشته ما داشتیم، در این دانشنامه های ما عکس انداخته است که این رو ما یکی از کمبودی های آن باید حساب کنیم. و اکنون من بعد که دانشنامه به وجود می آید، اکنون من بعد باید که ما هر چی که هست گوییم، هر چی شاعر هست، نویسنده است، هر چی رویداد هست، رویداد ادبی، رویداد هنری، رویداد تاریخی، به ما معقول است، معقول نیست، خوش هر چی هست باید بگوییم. بها دادن لازم، لیکن به هر حال این در این از این جهت این دانشنامه نو که سال 2008 چاپ شد، دانشنامه رودکی، به مناسبت جشن 1150 سالگی رودکی، اکادمی علم‌های تاجیکستان یک دانشنامه ترتیب داد با سروری پروفسور میرزا ملا احمدوف. یک دانشنامه عبارت از 4 جلد دانشنامه رودکی نام دارد. هر چیزی که درباره رودکی هست اونجا داخل شد. الان فقط 2 جلدش چاپ شده است، 2 جلد دیگرش در دست کار است و هم چاپ می شود. اونجا همه اثرهای رودکی که نام هست، نامش میدانیم، خودش باقی نمانده است. خوش همه کسانی که درباره رودکی چیزی نوشتند، یک سخن مهم گفتند درباره اون دانشمندان، اونجا معلومات است. بعد مهمش همین که تمام کلمه هایی که در اشعار باقی مانده رودکی هست اونجا داخل شده است. مثل فرهنگ اون کلمه ها رو، عباره ها رو ایضاح دادند. یعنی این دانشنامه به طور مخصوص یک دانشنامه که هم خصوصیت فرهنگی دارد، هم خصوصیت دانشنامه‌ای دارد. این هم بسیار مهم. خودش از رودکی 1100 بیت باقی مانده است که زیاد نیست، لیکن همه استعاره ها، همه مجاز ها، تشبیه ها، همه صنعت هایی که در اثر او استفاده شده است، اینها رو فرا گرفته است. این دانشنامه بسیار از این جهت مهم است. برای ایضاح بعضی کلمه هایی که در اشعار رودکی هست، دانشمندان چندین سال اینجا مباحثه ها دارند. اون مباحثه ها اینجا انعکاس یافته است و هاکذا. خوش اثری بسیار مهم برای آموختن ایجادیات رودکی. من گمان میکنم که این اثر را هم به پیشواز جشن 1100 سالگی رودکی به سراسیمگی به وجود آوردن و آثار سراسیمگی هست و به فکر من لازم است که این را دوباره به چاپ آماده کنند و اون اثرهای را که به مناسبت جشن 1100 سالگی رودکی نو به وجود آمدند درباره رودکی به اینجا علاوه کنند. اونها هنوز در این دانشنامه نیستند، اونها را علاوه کنند و از نو تحریر کنند. خوش اون آثار سراسیمگی را برطرف کنند، اون وقت دوباره چاپ کنند، بسیار یک اثری عالی جناب می شود. خوش یک دانشنامه دیگری هم چاپ شد سال 2008، دانشنامه سامانیون.
دانشمندان دانشگاهی خوجند، دانشگاهی بابا جان غفوروف یک دانشنامه بسیار زیبا به وجود آوردن که اساساً زمان سامانیان رو در بر میگیرد. این هم به مناسبت 1100 سالگی رودکی، 1150 سالگی رودکی، لیکن فقط با رودکی محدود نشده است، وسیع گرفته است. خوش تمام زمان سامانیان رو هم از جهت تاریخ و از جهت اقتصاد و از جهت مثلا سیاست و ادبیات و هنر و خوش همه رو مفصلا در بر گرفته است. خوش بسیار یک دانشنامه مهم و در اونجا اونها چندین سال باز در سر این دانشنامه کار میکردن و اونجا آثار این سراسیمگی در اونجا نیست. از بسیار جهت ها دانشنامه سامانیان مکملتر و خیلی جدیتر برآمده است، لیکن اینا فقط یک جلدش حالا چاپ شد، باقی یک جلد دیگرش همین به همین نزدیکی ها چاپ می شود و هم آماده است. شعر پدرم که در تولد من گفته شده است با ماده تاریخ: این تازه نهال سبز پربرگ بادا، در باغ حیات تازه و تر بادا، در وقت تولدش که بود اختر سعد، کردیم رقم که سعد اختر بادا. سعد اختر بادا ماده تاریخ 1343 هجری قمری می شود که به حساب میلادی ما 1925 این سال تولد بنده در مصرع چهارمی همین چی هست.